Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. علیکم علیکم السلام السلام. ورحمۃ اللہ. Ҳазрат, саволи ман ҳамин буд, ки масалан худованд ҳамаи гуноҳҳоро мебахшад ғайр аз ширк. ҳаминҷа масъалаи куфр, касе ки ба як ояти Қуръон агар куфр кунад, мисол инкор кунад, ҳамуро худованд баъд мебахшад ё ки вай абадан мисол дар ҷаҳаннам аст? مسئله الله تعالی غیر شرک دیگر گناه رو نمیبخشد، یعنی که در آخرت هستین. یعنی بی توبه اگر از دنیا گذرد، بی توبه از دنیا گذرد، بله اگر شرک آورده باشد، الله تعالی در دو جای قرآن کریم ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء گفت. الله تعالی نمیبخشد اینکه به او شریک آورده شود، لیکن غیر شرک را به کسی خواهد میبخشد. و بعضی کفرها در نوبت خود با شرک هست و بعضی کفرها در نوبت خود شرک نیست. انا همون کفرها را احتمال هست که الله تعالی به کسی خواهد شاید بخشد. این حق الله تعالی هست، چون در صحیح بخاری یک شخصی را که کفر ورزیده بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر کردن از آدم‌های پیش گذشته که الله تعالی او را بخشید. یا مرد تمام گناه ها را کرده بود و پیش از وفاتش به فرزندانش وصیت میکند که وقتی که من مردم مرا بسوزید و خاکستر کنید و خاکستری مرا نصفش را در یک روز شمال سخت در بالای بحر پاشید و نصف دیگری خاکسترم را در روی خشکی پاشید تا اینکه الله تعالی مرا یافته نتواند دیگر. و وقتی که همین وصیتش را فرزندانش اجرا کردند، الله تعالی به زمین گفت که اجمع ما فیک و به بحر گفت که اجمع ما فیک، جمع کن آن چیزی که در خودت هست، جمع کن آن چیزی که در خودت هست. فاذا هو قائم بین یدی الله، ناگاه او در پیشگاه الله تعالی راست ایستاده است با سر خم. الله تعالی به همه کار قادر است. از نیستی ما را یک مراتب به هستی پیدا کرد. آن ذاتی که یک مراتب ما را از نیستی پیدا کرده بود، مگر برای او دوم مراتب آفریدن مشکل است؟ آن ذاتی که آسمان ها و زمین ها را آفریده است، مگر یک انسانی که 1 متر 2 متر از همین آفریده نمیتواند دوباره؟ بنابراین یک کار آسان است به الله تعالی. انا همین اعتقادی که همون بنده کرد اعتقاد کفر بود. الله تعالی را ناتوان پنداشت، بی قدرت حساب کرد. الله تعالی قدرت ندارد که من جمع کند، گفت چون اگر گفت رفت و مرا جمع کرد، مرا به سخت‌ترین عذاب گرفتار میکند. گفته همین خیلی با فکر خودش از عذاب خدا گریخت. بعد الله تعالی برای چی این کار را کردی؟ گفت که خشیتن منک، از ترس توی الله، از تو ترسیدم. الله تعالی گفت که بخشیدم. مادامی که از ترسی من کردی بخشیدم. این کفر بود، بخشید. لیکن به کی مقصد کفالت داده شده است که الله تعالی میبخشد و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، به کسی خواهد میبخشد. به انسان به این چیزها تکیه نمی کند. انسان باید عمل کند، ایمان خود را قوی کند، پرهیز کند که از او با شکننده های اسلام، عمل های کفر و شرک از او صادر نشود. پیغمبرها می ترسیدند ربی و جنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام، پروردگار من و پسرهایم را نگاه دار که با بت عبادت نکنیم، کفر نورزیم، شرک نورزیم. همیشه بنده در ترس از کفر و از شرک باید باشد. بله.